به نام خدا، به عرض سلام و احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، این قلعه به نام قلعه پاشتانه به ولسوالی کرخ. از شما خواهشمندم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. کانال زیبایی‌های افغانستان بسیار تشکر که سابسکرایب میکنیم، لایک میکنیم، شیر میکنیم، ما را حمایت کنیم. بسیار تشکر از شما، به خدمت شما هستیم. بریم به داخل قلعه، خود دوستا صحبت داریم، همراه ما باشیم. بازم سلام به خدمت شما دوستای نازنین داریم. آمدیم به داخل یک اسیاگک قدیمی که کنار لالا این سعی کنیم این اسیا چند وقت میشه برقی شده، آیا این اسیا وی بوده یا حال جور کردیم حساب برقی. مونده نباشیم برار. سلام علیکم. سلامت شادمند هستیم الحمدلله. شما خوبین؟ دوستا خوبن؟ قربان شما. اگه نام شریف کنم با ما بگیم. عبدالقادر جان. خب از پاشتان ولسوالی کرخ. خب از این منطقه؟ بله از این منطقه. خب. بسیار خوب. چرا اینجا قلعه پاشتان میگن؟ دیگه قبلا که بود اینجا هم بزرگا خورده سرمایه‌دار بود، همین پاشای و دست نبود، میگفتم پاشادون. پاشادون به خاطر از اینکه اون منطقه کلانای بود اونجا کریزه بودش، یک وقت اینجا پاشتون شلیکری میشد، یک وقتی پاشتون خیلی کشتا میشد. خب جای بود، منطقه بود، یعنی پاشتون یعنی پاشادون. اونا یعنی بالا بمون. حالا با مردم برعکس میگن. حالا برعکس، حالا سه کنم این نامه ها مال برعکس شده و مت شده. مثلا ما عبدالقادر نام داره، اسم باسه میگن هر کس متقیم میگه عبدالقادر نه عبدالغنی مثال. اینا کم تغییرات های که مثال مثل که میگم میارم چای مای میخورید که خیر بنه چای کو چای مای با چیه خود دیگه نمیه دوغموقه گپای قدیمی گپای قدیمی که چای مای هم میخوریم. همین چای کو شد ما چی ما کو با آسمانه، چای هم به زمینه. خب این مردم ما قدیم یک چیزی گرشته از ما قدیم تا یک رسم روج بمونده بزین. دقیقاً. لالا مصروف بدیم این اسیار وا کردیم خیرات باشه. این گندم آرد نکردم، صبح گندم آرد نکردم، باز حالا ما بخیر علفگی کنیم جه و ارزان هم منده اینا رو باز به گواه آرد نکنیم، اینا باز یک ذره بعد درشتر باشه. اینا رو با من لازمه به گواه. بله چون قلبی را فرق میکنه. قلبی که است 20 این قلبی که است 6 این باید درشتر آرد نکنه به خاطر گواه. از این آردای نرم اگه به گواه بدن گواه مریض میکنه، مچ اینا نقص میکنه. حالا شما آرد که میکنی با کجا قلبی میکنی؟ خود داره دیگه. چی خود چغله، یعنی خود چغله دیگه. میفهمم. همین چغله گندم که میریزیم داخل میریزیم داخل دور میره به کوار آرد میکنه، از قلبر پس میبزه و بیجی. این قلبر به کجا نسبه؟ این قلبر انا به داخل ازی رسم شده کنه. یعنی خود از قلبره. این برای علفگاهی چشمه کشاتره. این کاسه برای گندمیه. انالی قلبر بیره میکنیم، این پس به جای زمین مندازیم. به خاطر کی آردازی درشتر بیه. خب اشتنه وضع سیاه چند وقت میشه این فعال کردیم؟ ما تقریبا حدودا 8 سال میشه که تازه کاریم. خب و 8 سال تقریبا این برقی بود. اسیا چکوشی بود این برقی ها. این تقریبا 8.9 برد میشه سولری کردیم. بازم برقیه؟ بازم برقی هم تو سولریه. تل نمیخوره، مثال یک تل نمیخوره دیگه هم عوارضه خورداره. خب آیدر بگی. خواهید دیگه گب بار اگر مثال باشه کشته باشه 3 سال میشه تقریبا بند پاشتون که بسته شد با 3 سال مثال و ما 2 سال او نداد. نبود که بده خدایی حالا ما گله نداریم، نبود که او بده
نه شد کامیت اقتصاد مردم ضعیف شد نبود او نبود بعد نیمه کاره بود یعنی امسال میلیونی خدا او بده کشتاب شده شکر امسال خوبه خوبه کار شما بگرده خدا را شکر خدا رضیم الهی شکر الهی شکر خوشحال شدیم ما را دیدن زنده باشین بسیار تشکر ما به خدمت شما هستیم سلامت باشین همینجا بشینید کوشان گلاسک چای هم بیارین که بخوریم خود خیر شما بینیم تشکر خیر بینیم زنده باشین خیر بینیم خیر باشین تشکر از شما که سلامت باشین از ما غریبا سر زدین زنده باشین سیفی صاحب مانده نباشین سلامت باشین. اول خوبه الحمدلله تیار است. سلامت باشیم اسم خودم بگیم به ما اسم ما عبدالحمده. خب از این منطقه ای بله. چه کار میکنی چی مصرفیت داره مصرفیت ما هم کشاورزیه. کشاورزی بله. خب چند جریب زمین داریم زمین که خود هیچ چی نداره، زمین دولت کشمن. زمین دولت چی رقم به دست شما نه زمین دولت اجاریه، دیگه کس اجاره میکنه ما میکاره. خب سال چند خروار میدیم به دولت از یک جریب زمین چنده چند دیگه ماه از ما جریبی نیه. حالا که 2 سال میشه که او نمیده. خب جلوتر همین ملکی که به دست شما نه از این ملک چند اجاره میدیم دیگه ما دشتار میکاریم. خب خرمن 100 تا 4 تا هر چی که بشه خب بعد از او لد میکنیم 52 خود اجاره دار میبره. 5 یعنی 5 از کی 5 کد 3 کد از کشتمن میشه 2 کد عبادو. خب خود شخصی ملک نداره شخصی داریم یک نیم جریبی داریم. خب مالداری داریم بله. چند تا گاو گوسفند داریم گو یک 100 تا گو داریم به من یک 50 تا گوسفند داریم. الهی شکر خوبه دیگه باز حساب مالداری داریم بله. خب منطقه شما بیشتر چی کشت میشه پیشتر که طال کارچ کشت میشد گندم جو ساخت عدس مشینگی تا کشتم میشد. همین 2 سال که کشت نشد حالا فعلا که کشت کردیم امسال اومده ماشر ارزانه خونجه تا ایتی بسیار خوب خوشحال شدیم برای را دیدن شما زنده باشین تشکر از شما سلامتی شما لطف کردیم بخیر باشین. دوستای خوب بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه در کنار حاجی ماما این که خور معرفی میکنم مونده نباشین کاکا سلامتی راست خیرات اول شما خوبه بخیر تیراس خوبه سعادت هستین نام نصیر احمده بسیار خوب از این منطقه خیلی پاشون بلی ها خب چیکار میکنیم همین کارگری دیگه ملک چیزی نداریم نه شما چی سفی صاحب سلام خوب سعادت شما خوب سلامت هستیم بخیر الحمدلله فضل خدا اسمم قلم ربانی فرزند نصرالدین از قریه پاشتون و ولسوالی کرو. خب کاروبار شما چیه کاروبار متعدد هر نوع کاری داریم. خب بازم الحمدلله از سیاسیداری داریم خود آشیرم تقریبا ارشار جمع میکنم طرف امارات. بسیار خوب انا دیگه این مال حال داریم کشتکار داریم همون مصرفیات اضافه ان شاء الله. خب کاکا چند ساله هستین من 48 هست 47 چی میگیم شما کاکا یا 40 یا مال سیک و گیپک مانه بیشتر نی نه چیزی نه دیگه بس خیلی بیشتر نسبت به شما خاطر مستفید شده من میگم البته ما برو کلام خود بیش از دقیقه زیاد مثلا شده بلی چی هست خب به خاطر که غم خیلی خودم نه نه من گیرو دردم هم بدم خودم غم خودم خیلی میخورد خب همینه دیگه سود آدم غم بخوره مستفید میشه دیگه شکر خوب خب کاکا باغ چیزی هم داریم باغ نه مالداری داریم مالداری یک 20 تا داریم 20 تا گاو یا گوسفند خب گزار زندگی میشه خوبه شکر الحمدلله خب منطقه شما چه نفوذ زندگی میکنه منطقه ما 12 خونه میشه نام خدا 500 خونه میشه 500 تا 500 خونه 500 خونه میشه ها نیست من بیرونی برای بعد رفتنده باشه دیگه نفوس ما زیاده الحمدلله واسه که اکثریت مردم به خاطر خوشسالیا به شهر رفتن بعضی به ایران رفتن حتی بعضی از فامیلا ما به آمریکا بعضی به روسیه به کشور متعدد میته زندگی بکنن شما وقتی
ولایت رفتین؟ ما الحمدلله به ولایت قندهار رفتم، هلمند رفتم، به تقریبا یک دو مرتبه پاکستان رفتم، 2 مرتبه هم به ایران. خب پس دو کشور خارج هم برفتین. بله یا جان شما خیلی نوش جان شما. بسیار خوب. حتما دوستا بیننده هستم فامیلا شما که به امریکا یا به دیگه کشور زندگی میکنم، شما رو که ببینم با یک خاطری تازه میکنم، میگم سرزمینا ماش اینجا خودی فامیلا ما صحبت داشتم، حتما بزی مسیر خود اینو قدم زدم و برفتم. 100%. الحمدلله روزی که بند شده خوب سرسبزی شده، از حساب لحاظ مثلا سبزی پالز و ماش و کنجیت و ارزن، راست میگی. از این لحاظ خیلی خوب شده غریبان. بسیار خوب. الهی شکر، الهی شکر. ما خوشحال میشیم کاکا که مسلمانا پریشون نباشم، همیشه برات کار و غریبی و برنامه این بریبر باشن. رسم رواج عروسی ها شما کاکا چی رقمه؟ مثل قدیم شوروا میدم یا پلوه؟ شوروا دیگه لعمود برات پلو دیگه. چرا؟ دیگه با فرق کرده. راست میگی. شرایط ها فرق کرده. اصلا چشمی هم چشمی ها فرق کرده. هم چشمی شده دیگه. درسته؟ بله. فلانر میگی بچه خود عروسی کردم پلو یک قطعه دست میگن چی میگن؟ قدیمای گپا نه دیگه شوروا بود بعد یک زن مرد من خبر میکردم سرونه. ولی تالارا شده اصلا به دی عروسی که اصلا نمیکنه. راست میگی. کاکا به عروسی شما چی گل زدم؟ به عروسی ما هیچی وقت گل نبود. عروسی به قریه بود. کلالا میگم فرغون گل زدم. خب قریه هم باشه. شطور گل میزدم، اسپار گل میزدم. وقتا از ما بمده شد. دوره طالبا بود اگه هیچی نبود دوره طالبا بود. او زمان بود. سال 70. بسیار خوب. کاکا خوشحال شدیم از دیدن شما. اگه شب خودمون نمیریم خوشحال میشیم. شما فرمایید چای سلامت باشید. زنده باشید. خیر بینید. خوشمون نرم خوشحال بشیم. آه دیگه بلا چیکار کنیم. دعا کنید صحت و سلامت باشید. خیلی خوشحال باشید. لالا مونده نباشیم. سلامت باشه. اول خوبه؟ مجوره. مریض خستی کنی؟ الحمدلله شکر سالمه. الهی شکر، الهی شکر. اول نام شریف خور بگیم. نام من نورالله. خب از این قلعه پاشتانه. بله از اون قریه پاشتانه. خب کار وظیفه چی کاروبار داریم؟ کار وظیفه ما می زراعته کشتکار. خب این زمینو کدو بخش شما نه؟ از ما مستبسته از ما نه. مستبستا. بله. ما شفتر هم از این. خب او شفتلا شیری هست که نه؟ شیری از می همسایه ما نه. خب اونو چند جری به شما؟ تقریبا 2 جریب میشه. 2 جریب. بله. خب انال از شما و پدر و برادر یا نه شخصی خود شما؟ از شخصی از من دیگه با دیگه جان زمین داره. اجاقا اینا حیات داره؟ بله. الهی شکر. زمینا پدر شما کجا؟ اونا به او بره تل باغچه‌ای بره. خب چند برادریم؟ ما 5 برادره. نام خدا 5 برادر همه خودم به یک سر میشینیم. نه. شراکت کنیم فهمنیم. ما دو برادر به یک سر میشینیم، 3 برادر دیگر کدوم به یک سر میشینیم. خب پدر و مادر خود کدوم شما زندگی میکنن؟ خودی برادر دیگه ما. خود از اونا. بله. خب با ما یا به هفته چند شوی پدر مادر خود شما میمون میکنی؟ دیگه ما که همیشه وقت میمونم دیگه. راست میگی. هفته یک شد شاید می هستم. اگه من میفهمم که اون پدر مادر شما تا به می فعلا خرج شما رو هم میدم. درسته؟ صحیحه؟ من میگم رقم لالا معلومه. خب مکتب تا کجا رسوندیم؟ مکتب 12 بخوندیم. خب ادامه میدیم ان شاء الله. دیگه فعلا دیگه وضعیت اقتصاد ضعیف نمیشه. خب اگر ادامه میدادیم چی رشته رو انتخاب میکردیم؟ اگر رشته انجینری. خب که نشد دیگه. بله. بازم وقت دیگه. متاسفانه. متعلم یا خانه‌دار؟ من متعلم. چند وقت میشه؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال. چند اولاد داری؟ 100 تا پسر. خدا ببخشونه. الهی. خب این روز شده باشه رفته باشیم به خونه خسر خو دست خیلی شما خوشوش و مسئله بیرو کردم. نه یا نشده. گردن و بند مل بیرو کردم اصلا. از ما بیرو نگم. حقیقت او کو فیلم بوده گرستی. من لالا چه کار کردم خب؟ من چه کار کردم؟ همین تا بگدشتم که تحریک شد.
گوگم شد دیگه. شما که میفهمید که گوگم چی. امی لالا براتون بالا شدم ازم سر در و بالی دیوار که برم بفتادم به تسرا. به تسرام 12 تا مرغه. بفتادم به بالی مرغا. 2 تا از این مرغا پچخ شد. فهمیدین؟ بله. خوشوم امر بدیدم. شروع کردم به گریه کرده. مرغام ها با خسور من خبر شد. سرای عبدالمجید بود لالا. جاری بود که به سر کلمه میریخ لنگ کش بود که اچیردی بر میزدم. کلان. چی کلان. بجستون گازه بگرفتم برفتم ماما مثل شما که نجستیم. انا میته. دیگه به نامزد بزی هم نفس دادیم دیگه. نه دیگه. تیار باشیم برای خوشحال شدیم من دیدن شما. سلامت باشیم. باشه میته آستاسته بریم پیش لالا هم بریم سعی کنیم چی حال احوال دارم اینا. سلام علیکم. لالا مانده نباشیم. سلام علیکم لالا جان. اول شما خوب سلامت باشیم. شما خوبیم. سلامت باشیم. اسم شریف خورم بگیم. اسم شریف امام الدین. خب از می منطقه. بله از غیر پشتون. بسیار خوب. لالا اشاره کردن گفتم برادر کلون مانم. شما از اینا کلون تریم. از اینا کلانترم بله. خب اونا چرا مستفید شدن شما نشدین؟ اینا مستفید. اینا برای شما نه. بله. نام خدا. اینا هم برادرمون. نام خدا. چند برادریم؟ ما 5 برادر. 5 برادریم. بله. خدا ببخشونه. برادر سلامت بگی شما باشید. از شما کلون ترم یا خودتر؟ بله کلانترم اینا. خب نام خدا جاگان کو. میگیم یا سن به صبح خب فقط تو میگیم سن خب نه دیگه به قط میگن دیگه. ای بغت بگیم سن کلانتر ای بغت بگیم ما از هم کلانترم. کلانترم. ای بسین بگیم از این از کلانترم. لالا بله. حاجی آقام شکر حیات داره. بله ان شاء الله. بسیار خوب. شما از یک مادریم. بله. خب بله ما از یک مادر. خب نام خدا نام خدا. اگر مثال میگم کاکا بله. خود شما گوشتی بگیرم بله. چم خور میبینی؟ دیگه برو کلانترم دیگه چم خور. باشم چم خور کن میبینیم بله دیگه. نه اجازه داره میگیم نه اگه بگیریم اونا میگم مر بزنیم که من اینا نمیزنم. اینا شما کلونترم با شما رد از اینایی. بله الهی شکر. خب برارم خوشحال شدیم دیدن شما. سلامت باشی. ما شما بپرسیم یا از جلالا همین منطقی خور معرفی کنیم که بیننده ما بیشتر آشنا بشن. مثلا همسایه شما کدو قلعه شرق و غرب منطقه؟ همین همسایه شرق و غرب هم اینا همسایه هم. عده قبله غریایه غریه دیگه پلپیری میشه و قبله شما پلپیریه. بله جنوب کجایه؟ چاخماق میشه. چاخماق. هفته باز انبر و چهار برج اینا میشه. شمال سرک. شمال دیگه باز میره و پشت سرک و پشت رود میره. خب خود بنده پاشتون. بله خود بنده. بسیار خوب بسیار خوب. خوشحال شدیم برادرم دیدن شما. سلامت باشه. تشکر از لطف شما. لطف کردیم. بسیار تشکر. سلامت باشیم. قربان شما برادرم. سلامت باشیم. تشکر از شما. سلامت باشیم. یک دقیقه برای زنین شما. مانده نباشیم لالا. خوشحاله. چطور هستی؟ اول خوبه؟ شکر. همین مسلمانایی که به من جگاه استاده هم. بله. اینا زحمت کشیدن به این ملکا ماش کشتن. شما بگیم خوب. خوب. شاید شما هم زحمت کشیده باشیم ماش کشته باشیم یا دیگه چیزی. بله. شما خودی هم میای اون دو نفری از هم تایم ماشا میایم. به نظر شما کار خوبیه؟ نه. چرا بیامده؟ راه تیار کرده بده مردم بیامازی. خب شما گوش کشیم راه تیار کرده تا ماشا میگم راه تیار کرده. راه از او برای سرک اونی که موتر تیر میشه. بله. دیگه کار نکنین خوبه؟ باشه. مکتب هم برفتین؟ بله. صنف چند بخونین تا صنف چند؟ تا صنف 10 بخونده. حقیقت؟ بله. به دا نمیخوره میخوره؟ نه به دا نمیخوره. چند ساله؟
16 هستم. نه ایقا چند ساله 16 ایقا متعیلم یا خاندار متعهد. چند سال میشه بله. چند سال متعیله ها 10 سال. 10 سال چند پیشکش بده ها به شما. نه ایقا تا ترمز چی داره هیچی خیلی. اینا چیه اینا نون نون و ترمز به کجا بده سرپالزا. پالز داره همینه که بله. بوی خربزه میدم لالا من میگم یارا کرده بوی خربزه همین خربزه بده آفرین خب برارا گلمه لالایمه بله. دیگه همین ملکا مسلمانان نریم به چی خیری و زحمت اینا زحمت میکشم شما نگاه کنیم حیوان آوردشتیم بیاردیم به تماشا میریم خوبه بله. قط بالا ما به دل شما شه بخیر باشین کاکا مانده نباشیم سلامت باشید. اول شما خوبه واسه. سلامت باشین واسه. شکر فضل خدا میشه نام شریف خور بگیم اسمم عبدالحکی. خب از این منطقه ایم بله. کجا ما هستیم بریم کاکا اینجا بیامدم با هم دکون کار داشت. به دکون بله. سویدا میگیریم چی ما هستیم بستانیم یک کچلوی پیازه خب چیزی گوشت چیزی هم به شوی میستانی گوشت اگر با شهر بریم و خود چرا به شهر به دیاکو بیشتر یا مالی میاد اینجا قصبی نداره. مگر این به شهر شما برای برای 1 کیلو گوشت بله. خب 1 کیلو گوشت که بولی شما 5000 روپیه میفته که به شهر بری خود که مجبوره. خود چرا یک قصبی میگه گوانه میکنی تعمیر قلی که خدا نفس خیلی داره نفس هم خیلی داره مردم مستحق نمیتون. خب پا با قصی گوشت نشیم کاکا نه گوشت خب کاکا چند ساله هستیم تقریبا 60. 60 چند ساله بودین که پیار شما رو نامزد دار کردن 22 امتحان. خب حدوداً 40 سال پیش پیشکش شما چندی بود پیش اشما حالی آموز در بود که زیاد نبرفت. بازم چند استوندم شما دیگه 70,000 50,000 بشون. خب 70,000 مثلا به پول حالی چند نمیشه پولای حالی 70,000 چند نمیشه. خب 70,000 امو وقتم 70,000 70,000 که خود چی دیگه 70,000 هم مالی هم 70,000 کاکا پولا او وقت شاید 7,000 پیاله باشه نه دیگه این پولای امی چند سال پیش میگن دیگه 40 سال پیشتر دیگه پولا فرق داره. خب من میگم خب شما پیشکش به 40 سال پیش داده خب دیگه مثلا دوری داود خان اینا اون موقع دیگه پول خیلی فرق نمیکنه بوده. آخه 2,000 لک بودک حالی هم 2,000 لک میفهمی چند پول میشه 1,000 لک بودک دوری جمهوریت اینا دیگه چی اینا بوده. خب همون پول فرق خب خیره باشه گپی نیست خب کاکا بزو وقت شما موتر خیلی نبودک عروسی خود چی گل زدیم موتر خیلی کمچین بود دیگه بزیدی ها یک موتری بود دیگه موتر گل زدیم نه از این دیگه اینجا بود دیگه شطور چیزی گل زدیم اسبار گل زدیم همون وقت دیگه همون بود دیگه موتر بود که اگه بیدیم واقعیت میتونید راست میگیم حساب محفلای بری بر درسته؟ محفلای حال کنگه باز بخور سنگین و جذابه کاکا ایت محفل شده باشه که رفته باشیم شما به عروسی خبر کرده باشم همیت اصراف بیده کاکا که خود شما هنگ کردیم همالی هسته دیگه همالی هسته شما سر خوردیم به میتو محفل بعض موقع سر میخوریم راست میگیم بسیار خوب کاکا جو خوشحال شدیم دیدن شما بیا قماندان بیا تشکر از شما کاکا جان شب خودمون نمیره نه رو تو شد خدا کیچیری گوشت لندرکه تویستون دیگه تو گوشت لند نمیدونی غرود ما این به ما بدین غرود که اگه تو بدم پاکی
خیر بینی. گوشتنه تشکر از لطف شما. خیر بینی. یعنی حال دارین گوشتلان؟ یاری آفرین. حالی ما کجا بریم؟ ما به داخل قلعه شما آمدیم کاکا. اجودم او سرقلعه بدیم حال با بیامدیم بزی سرقلعه. زنده باشید. سرقلار سلامت باشید. قلعه پاشتان کاکا کجا تاریخیه جایی و قلعه جای و فقط یک مچه جامع داره جای آقا صاحب میتونیم بریم ببینیم خب، بسیار این جای برا. تاریخیه که همین که میگم نوجوای نداره. میریم انشالله باز بنیندا مشاهده کنم تصویر خوب. بنیندای عزیز اینجا برادرها که گله بازی میکنم انا میریم به کنار از اونام. لالا بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. خب بنیندای عزیز امین لالا کمک ایتا یک قدم پیش یک قدم پس نمیگم اما خوندن بود پا خور ایبری بر کردم ما این گله بزنیم. بله خب ایتا به خود مطمئن هستین که از اینجا تیر میخوری یا نمیخوره؟ ببینیم میخوری یا نه. نه خب شما گله بازه این بعد مطمئن بشه که میخوری یا نه. درسته. اگه مطمئن تو گل نمیزنی تو خب. امیر نه میخوره. اگه تی بغل آدم باشه نمیخوره دیگه معلوم شده. خب وار خور نمیبینیم. زدن که میزنم. خب کوبرین یک تیری بزنیم. خب بره واسه که در نشکنه. شیر مادر تو که شما میزنی دیگه خود چه نه. شیر ما کام گله خود بندازه من میتونم بندازه. خب با رقم گله بازی میتونه. دفعه بعد میخوره. این دفعه میخوره. خب از صبح چند دو بازی کردیم؟ دو دیومیه. مره به چنده؟ 35. چرا آخه به شرک و 21 و 20 چرا با 35؟ اینا 4 نفری بازی میکنم ما 3 نفری. شما 3 نفره؟ بله. مگرم بیشتر 6 نفری. 6 نفره. تیم 3 نفر. خب یعنی 6 دونه گله داریم ماله. بله. خب باشه پیش لالام بریم. همین تا بیاین. شما بیاین واسه کامره ما کمی دوره. بیاین مانده نباشین. اول شما خوبه؟ صحتمندین؟ شما چند نفرین؟ خود شما تیم شما؟ تیم ما 3 نفره. 3 نفرین. بله. مره گفتم به 35. بله. خب شما چندیم اینا چندن؟ فلان یک مره از اینا ببرده یک مره دیگه 5 6 تی. خب شما 6 تیم. بله. اونا 5. بله. خب اینجا که گله بازیه. کاروبار مصرفیت شما چیه؟ کاروبار مصرفی آدم کشت و کاره دیگه. دیگونه. بله. خب چند جریب زمین داره؟ به جری برابر نمیره. نام خدا. بله. خود شما یا اجاره؟ اجاره دولت. خب سال چند اجاره میدیم؟ اجاره دیگه می تقسیم میشه 5 تخمه دیگه به حساب من حاصل که میآید طولی میشه نه حاصل که میشه همین تقسیم میشه 20 جریبی هست پیش شما. بله. الهی شکر. چند نفر مصرفین؟ ما برار و پدر و همه 4 نفر. 4 نفر. گزاری زندگی مقبول میشه؟ خوب خدا را شکر بعد نی. خب خوشحال شدین. خوب میدون کلونی هم داریم. موفق باشیم بخیر. بریم شروع کنیم گله بازی. خود مزاحم شما نمیشه. عزیز در کنار یک برادری هستین که میت دل ما بزینا نمیسوزه کتابم جایی که جا داره. همین برادرها 6 7 نفر هم گله بازی میکنم. این لالا رو حساب ندادم. من میگم چرا حساب ندادیم اینا؟ پشت صحنه بپرسیدم میگم اینا دغلگیری میکنن. مونده نباشیم. اول شما خوبه؟ صحتمند هستین؟ فضل مرحمت الله. سلامت باشیم. الهی شکر. اول که یک معرفی داشته باشیم. نام محمد ابراهیم از قلعه پاشتان.
خب باشه دیم. خب بسیار خوب برار. گله بازی که ساتیری و ورزشه. بله. مصروفیت چیه؟ مصرفیت کشت و کار داره. کشتکار. دقیقه داریم. بله. مالداری هم داریم. مالداری هم کمش فضل خدا داریم. بله. الهی شکر الهی شکر. خب بیشتر به منطقه شما چی کشت میشه؟ قبلا که بودی بند نبود، مثلا یک 2 ماه می اومد. اما کشت و کار ما سفید بر بود، گندم و جوی بود. خب باز امسال که می بند او بداد از برجا 2 و 3 اینا او بداده. باز مردم سزبر هم بکشتن. خب مثلا کنجی، لوبی، ارزن. نتیجه خوبی بداد. فعلا شکر خوبه. ولی ها الهی زمینا که میتبرن شما اینجوری کشت و کار هستم معلومه خوبه. خب الان میرسیم به سر حساب گله بازی. برو چرا شما حساب نمیدن؟ من راستا پرسیم این جویداری میکنم بزی نکردم. اینا گله میزدم بیام میته بعد دکون کارشون دیدم یه سه کنه نوشیدنی بخورن. دکون هم بسته بود، دکون دارم گله میزنه. من اونجا بس دادم دیدم شما یمونه. خب شما گوش کشین بیننده عزیز. لالا مشتری هم به دکون که نوشیدنی بستونم اینا گله بازی میکنم. شاید اگه مسلمان برات مهمون بیایه بزولا برات دشمله برات چای دگه اینا خبر غالا کردم اشون به خونه خو میبرم. نه باز میرم دیگه یک دی بزنم. اگه تو ضروری باشه چه خونه میرم دیگه. مزایم اینا نشد گفتم باشه گله خوب بزنم. خله گله نمیزنه دکون دارم. راست میگیم بسیار. 2 روز 3 روز یک دفعه کیف میکنه. راست میگیم بسیار خوب. منطقه شما هم غله شما ایت خونه قدیمی میشه خیلی معلوم. فکر کنم که خیلی قدامت داره درسته؟ این منطقه در اصل خودم این چهربر هم بیشتر قدامت داره ولی باز نفرای اصلی که اینجا بودم خیلی کم موندم. برفتم به خارج و به ایران و به بریبر. یعنی از قومی خود ما تنها اینجا گایم. راست. از قومی پیری. دیگر یعنی شاید به همه به بریبرم با آلمان و به ایران و شاید بالای 20 فامیل به ایرانه. راست میگی. یعنی دیگر هم یه بریبرم. او نه بود خشکسالی بود حالا کم بیتر شده. خیر باشه برو خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. ما همچنین زیاد باشه. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خیلی بینی که شما دیدن. سلامت باشید. زنده باشید. لالا مانده نباشین. سلامت هستین. اول شما خوبه جان شما جور سعادتمندین. الحمدلله. خیلی بخشش باشه ما مزاین گله بازی شما شدیم. نه خواهش میکنم. اسم شریف خور با ما بگیم برا. نام بشیر احمده. خب لالا بشیر احمد جان. بله. چی مصرفیات داریم برا؟ ما دکندری داریم اینجا. همه دکون. همه دکونه که بستیه از مانه. برا گلم آخی شما خرج خونه داریم زندگی داریم. اون مسلمانان معطل نوشیدنی ها. ما هم شاید یک شیشی او یخی بستونیم. شما هم اینجا گله بازی میکنیم. نماشوم هم به شما میگم بریم چی بیاریم و چی بیاریم. کار خوبیه که خبر غلکر ببریم. نه محترم هر موقع که من صدا کنم میرم در دکونه وا میکنم. رو قدم راه از این گله میگذارم میرم وا میکنم. بندای عزیز خود زد بعضا حالا تا شما معرفی نمیکردین خود یا اونا نمیگفتن خب ما نمیفهمیدیم که شما دکندارین. خب نه شما سراغ میکنین که دکندار کی نه. خب نال مردم معرفی میکنم. نه نال سی کنیم مردم ایتا وقت ندارن که بیام از اینجا سراغ کنن که درد کنه که غلف پولومه کینن که باز ما بیایم. انال مسلمانان میام ازم دور نگاه میکنم میبینم بسته میگم البته شما به شهر رفتین. نه موقعی که طرف مجبور باشه مجبور پرسان کنه که همین دکندار به کجاست ولی شهر نی ولی اگه شهر باشه میره دکندار خرید میکنه. خب پس شما به شخصایی که میفروشین که مجبور باشن. نه او بحث مجبوریت نه بحث ساتیری خاطر از که یک دو شما یک کاری بکنید کلی درد کنه بعد ما میکنم اینجا میشینم. خب هر دم که دو گله خلاص شد انا بیاین دکنم شما تسلیم. خیلی خوب گپ درسته؟ بله من سویدان میدم برای اینا میفهم. صحیح بله. خب به سر خرمن هم سویدان میدین؟ نسیه میبرم نه ایت مشخص نیه که به سر خرمن باشه یا سوا باشه یا پس باشه هر موقع که باز داشته باشم میارم ان شاء الله. از همسایه شما 10-12 روپیه دکون شما برداشت کردم یک دم خبر شدین که وقت به مشهد رسیدن. هیچ مشکل نداره. نه بو شده؟ نه شکر تو موزی نشد. خدا شما رو برداشت. نه تا برداشتم الحمدلله. خب آدم خوش اخلاق معلوم میشیم. سلامت باشید. به دکندری که میگم اخلاق باید داشته باشیم دکندار. به دکندری و به خونه میتونیم. ان شاء الله. بله تقریبا فرق نمیکنه. بله
چون مسلمان به هر جا باید اخلاق داشته باشه، چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی هر گزینه‌ای که انتخاب کنه میگم هم طرف اخلاق داشته باشه. بسیار بسیار تشکر از شما، لطف کردیم که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. سلامت باشیم. بینندای عزیز، من کنار لالا بشیر احمد جان محفل و برنامه امروز ما از این منطقه به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. بسیار تشکر از شما که تا این لحظه تحمل کردیم. تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر. خدا نگهدار شما. بخیر باشیم. زنده باشیم.